باب 13. انتقام ستاندن خیلی قیمت می افتد. چند سال مقدم به من میسر شده بود که باغ ملی یلوستون را تماشا کنم. با دیگر سیاحان در پیشایوانها به راحت نشسته به جنگلزاری معجزه‌ناک ارچه و سوزنبر چشم می دوختیم. ناگهان از کیمگوجای خرس پیدا شد. او به جای روشن رفته سرقطهای از بالکن یکی از آتل‌های در همان نزدیکی پرتافته شده را خوردن گرفت. جنگلبان این را دیده با ما درباره خرس حکایه‌های جالب کرد. معلوم شد که این خرس‌ها خیلی با قوت بودند و غیر بیزان دیگر به همین حیوانات غالب می آمدند. ولی آن بگاهی دیدیم که خرس به میری موشان اجازت داد که به روشنایی برآید و آنها سرقطها را با هم دیدند. حال آن که خرس می توانست با یک ضربه میری موشان را محو سازد، برایش نخیل نکرد خرس. برای آن که او از تجربه خود می دانست این عمل قصوری خود را نمی بردارد. وقتی ما دشمنان خود را خیلی بد می بینیم، به اختیار آنها را به بالای سر خود حاکم می سازیم. آنها به خواب، اشتها، فشار خون، تندرستی و خوشبختی ما تأثیر می رسانند. دشمنان ما اگر دانند که به ما اینقدر تشویش و اضطراب و ناراحتی و عذاب می آرند، از خرسندی به رقص می در آمدند. با دیدن ما به آنها ضرر نمی آرد، برعکس زندگی خودمان را تلخ می سازد و به دهشت تبدیل می دهد. به فکر شما این سخنان را اگر آدمان کوشش کنند که شما را به منفعت خود استفاده برند، آنها را از حساب دوستان خود خط زنید، ولی کوشش قصاص گیری نکنید. کسی کوشش قصاص گرفتن می کند پیش از همه به خودش ضرر می رساند. کی گفته است؟ البته بسیاری ها گمان می کنند که شاید این سخنان یگان حاکمی معروف است. نه، این سخنان از ورقه گرفته شده است که نظارچی میلیتسی شهری میلواکی پهن کرده بود. خوش، کوشش قصد گرفتن چی ضرر می آرد؟ این از چند جهت خطرناک است. طوری در یک مقاله مجله لایف شرح می دهند که حتی می تواند به تندرستی شما ضرر آورد. در مقاله چنین می آید: خصوصیت اساسی آدمان بیماری گرفتاری فشار بلند خون این کینه‌جویی آنهاست. وقتی کینه‌جویی کهنه می شود، کس را به گیپرتونیا و بیماری های دل گرفتار می کند. از این رو باور دارم وقتی عیسی گفت که دشمنان خود را دوست دارید، این تنها تبلیغ پرینسیپ های اخلاقی نه، بلکه تبلیغ اساس های طب عصر 20 هم به حساب می رود. سخنان عیسی 7 کرات 70 بار ببخشید باشند شما را از تمام بیماری های دل، فشار، بلندی خون، زخم معده و غیره نجات می دهد. یک شناس من به کسلی شدتناک دل گرفتار شده بود. دکتر با او طبابت بستری تعیین نموده فرمود که به هیچ وجه گیزلگی نکند. دکتران می دانند که اگر دل شما سست باشد، قهر و غضب ممکن است حتی باعث مرگتان شود. یک چند سال مقدم چنین شدت حقیقتا هم صاحب طربخانه سپاکن شتات واشنگتن را کشت. در بالای میز کاری من مکتوبی جری سوارتاوت سردار میلیسی سپاکن می ایستد که در آن گفته شده است: یک چند سال مقدم ویلیام فولکبری 68 ساله صاحب طربخانه در اسکاپون از آن که آشپز خواسته است با پیاله او قهوه نوشد به غضب آمده ففتید. فولکبر چنان به غضب آمده بود که تفنگچه را گرفته از پشت آشپز پیش کرده است و دلش کپیده است. وقتی او وفات کرده بود، تفنگچه را همانا در دست می فشرد. موافق نشانداد مفتش، غضب سبب مرگ او شده است. وقتی عیسی گفت دشمنان خود را دوست دارید، او در یک وقت به ما فهماندن می خواست که به صورت ظاهری خود هم باید دقت دهیم. اینجا گپ است. من زنانی را می دانم، واقعا شما هم این زنان را می دانید که روی آنها پر از آژن بوده از پیوسته ifade کردن بدبینی و نارضایی نافارم و از بدکینگی بی‌زیب شدند. یگان تدبیر کسمتیکی دنیا نمی تواند
که نصف آن حسن و زیبایی و لطافتی را که دلی از عالی همتی، لطف و مهربانی و محبت سرشار و زیبا می بخشد برقرار نماید. بدبینی حتی امکانیت نمی دهد که ما مزه خوراک را حس کنیم. در بیبل گفته شده است بگذار خوراک علف باشد و در پهلویش محبت، نه گوشتی سرروغن و همراهش بدبینی. دشمنان ما از خرسندی دست به هم می سایند. اگر دانند که آنها را بد دیدن ما را بیمدار می سازد، عذاب می دهد، نمودی ظاهری من را بی‌زیب می سازد، دلمان را دردمند و عمرمان را کوتاه می سازد، آیا همین خیل نیست؟ اگر ما دشمنان خود را دوست داشته نمی توانیم، بیایید اقلاً خود را دوست داریم. اقلاً همان قدر دوست داریم که به دشمنانمان امکانیت ندهیم کیفیتمان را اداره سازند، به سلامتیمان ضرر و به نمود ظاهریمان آسیب رسانند. طور شکسپیر گفته است برای سوزاندن دشمنان خود علاوه بسیار نکنید، مبادا در آن خودتان را نپرتایند. وقتی عیسی گفت که ما دشمنان خود را باید 7 کرات 70 بار ببخشیم، او عقل سالم را تبلیغ کرد. برایتان مثال زیرین را می‌آورم. در پیش من مکتوب گیورگ رانا ایستاده است که آن از شویتزاری آمده است. سالهای دراز گیورگ رانا ادوکات بود و در وین زندگی میکرد، ولی هنگام جنگ جهانی او به شویتز فرار کرد. پول نداشت، از آن خاطر که یک چند زبان را میدانست امید داشت در یگان فیرما چون مخبر به کار درآید. بسیاری ها وعده میدادند ولی عملی شدن وعده ها دور بود. صاحب یک فیرما با او جوابی زیرین را نوشت: شما تصورات نادرست دارید که فیرمای من به چی کار مشغول است. به نظرم شما آدم خیلی نادان و نافهمه. به من یگان خیلی مخبر لازم نیست. فرض کردیم اگر لازم هم می بود، شما را که با زبان شویدی بی خطا نوشته نمی توانید به کار قبول نمی کردم. مکتوبتان پر از خطاست. وقتی گیورگ رانا این مکتوب را خواند، از خشم و غضب سرخ شد، خود را گم کرد. چرا این شوید تهمت می کند که او با زبان شویدی مکتوبی بی خطا نمی نویسد؟ بین خودش چه خطر خطاها صادر کرده است و مکتوب نوشت که آن می بایست حریفش را می کشت. سپس صبر کرد. به خود گفت کو 1 دقیقه صبر بکن، ممکن این آدم حق باشد. من زبان شویدی را خوب آموختم ولی این زبانی مادریم نیست کو. شاید خطا کنم و خود نفهمم. این طور باشد اگر کار یافتن خواهم باید این زبان را مکمل تر آموزم. این آدم خودش هم نفهمیده به من خوب خدمت کرده است. خوبش مکتوب نوشته به او من منتداری اظهار می سازم. و گیورگ رانا مکتوبی خشمالودی نوکک نوشتهش را درانده دیگر مکتوب نوشت. از جانب شما نسبت به من خیلی مهربانی است که با وجودی به مخبر احتیاج نداشتن تشویش کشیده جواب نوشته اید. افسوس میخورم که درباره فیرمای شما معلوماتی درست نداشته بودم. سبب مکتوب نوشتنم آن است که وقتی پرسیدم به من گفته بودند که فیرمای شما یکی از کارخانه‌های پیشاهنگ‌ترین ساحه است. باز من نمیدانستم که در مکتوبم به این قدر خطاهای گراماتیکی راه دادم. از این خیلی افسوس میخورم و شرم میدارم. اکنون با آموزش جدی زبان شویدی مشغول شده این خطایم را اصلاح خواهم کرد. تشکر از شما که ما را برای خود تکمیل دهی راهنمون ساختید. بعد چند روز گیورگ رانا مکتوبی جوابی گرفت که سرور فیرما او را به واخوری دعوت می نمود. همین طریق رانا به او شناسا و صاحب جای کار شد و با این در تجربه حیاتی خود دید که حلیمی و فروتنی آتش قهر و غضب را فرو می نشانده است. به همین طریق هم شاید ما آنقدر والا و معتبر نباشیم که دشمنان خود را دوست داریم، ولی با خاطر سلامتی و خوشبختی خود بیایید آنها را ببخشیم، از وجود داشتنشان فراموش کنیم. واقعاً این عاقلانه ترین کار است. هرچند شما را تحقیر یا غارت کردن، گفته از کنفوسی، این اهمیت ندارد، به شرط آن را پیوسته به خاطر نآرید. یک روز من از جان پسر گنرال ایزنهاور پرسیدم که آیا پدرش کینه‌گر بود؟ نه، جواب داد او.
پدرم درباره آدمانی که با او معقول نبودن یگان دقیقه فکر نمی کرد. یک عباره خلقی است که ابله آن است که رنجیدن نمی تواند، عاقل آنه که رنجیدن نمی خواهد. نقطه نظری ویلیام گینر، سابق مری شهر نیویورک، نیز همین خیل بود. او را دشمنانش مدام در صحیفه‌های روزنامه‌ها تهمت می‌زدند. بار یک آدم کش قریب بود به جهنم روانش نماید. وقتی در بیمارستان بود و با مرگ مبارزه می‌برد گفت هر بگاهی من خیالاً همه را می‌بخشم. ملایمی و مهربانی از حد زیاد. اگر شما این فکر کنید بیایید به فیلسوفی مشهور نمیس شوپنهاور مراجعت کنیم. او در کتاب خود لحظه‌های افتاد روحی میگوید که حیات کارنامه‌ای بیفایده و پرعذاب است. چنین می‌نماید که این آدم در هر قدم بیشتر مایوس و ناامید می‌شود. با وجود این از داخل کلبه احزان فریاد زده است اگر توانید نسبت به کسی حسیات دشمنان نپرورید. بار من با برنارد باروخ، مشاوری 6 پرزیدنت، ویلسون، گاردین، کولیچ، گوور، روزولت و ترومن صحبت کردم. من از او پرسیدم که باری از هجوم دشمنان معنویش محزون شده است. او جواب داد یگان آدم نمیتواند مرا تحقیر سازد یا محزون کند. به این راه نمیدهم من و شما را هم کسی نمیتواند نه تحقیر کند و نه محزون سازد، به شرط به این راه ندهیم. در طول عصرها آدمیزاد در پیش آدمان چون عیسی که نسبت به دشمنان خود حس دشمنی نمی پروریدند سری تعظیم فرود می آوردند. من بارها به باغ ملی جسپروی کانادا رفتم و یک از کوههای زیبا منظر را که به نام همشیره شفقت انگلیس ادیت کایول که هنگام از طرف نمیسا تیرباران شدن مرگ را چون معجزه قبول کرده بود نامگذاری شده از تماشا نمودم. این واقعه 12 اکتبر سال 1915 روی داده بود. چه جنایت کرد؟ ادیت او در بلژیک زندگی میکرد و در خانه خود اسکران یردار فرانسوس و انگلیس را پناهگاه داده میخوراند، طبابت میکرد و کمک مینمود که به هالند فرار نمایند. وقتی روحانی به کمر او درآمد تا به مرگ آماده‌اش سازد، ادیت همک 2 عباره به زبان آورد که حاضر در مرمر و برنج ثبت یافته‌اند. من میفهمم که وطن دوستی این هنوز نه همه چیز است. باز من باید به کسی بدی و بدبینی نداشته باشم. از افتش دشمنان خود را بخشیدن آسان نیست. این را توانستن در کار. برای این باید در سطح بلند زندگی کنیم. مشغول کارهای بزرگ باشیم. آن وقت تحقیری که به آن دوچار می آییم برایمان به اهمیت می شود، چون که سطح ما، خاک ما بلند است و ما مشغول کار بزرگ تریم. اپیکت که 19 از پیش عمر به سر می برد قید نموده است که کسی چیز شناند حاصل همان را می گیرد و قسمت دائما ما را مجبور می سازد که برای کارهای بدمان جواب گوییم. آخری آخران گفته است اپیکته هر آدم برای هر جنایتش جزا می گیرد. کسی این را به خاطر دارد به کسی خشم و غضب نمی کند، کسی را تشنام نمی دهد، تنقید نمی کند، بد نمی بیند. از افتش یگان ارباب دولت ایالات متحده آمریکا چون لینکلن اینقدر به تحقیر و بدبینی و فریب دوچار نشده است، ولی او طور گرندون شرح می دهد با نگاه آن که فلانی با او معقول است یا نه بها نمی داد. اگر یگان تدبیری مهم اندیشیدن لازم می آمد این را حتی به دشمنش هم اگر او به این کار موافق باشد می سپرد. حتی آدمی را که با او تهمت زده بود یا یگان بدکرداری دیگر کرده بود ولی حقیقتا نامزدی موافق باشد به یگان تو دلگی وظیفه و منصب می داد یا از وظیفه سبک دوش نمی کرد. لینکلن را حتی گاه آنهای هم که در حکومت او وظیفه‌های بلند را اشغال می کردند مثل مکللن، سیوارد، ستنتون و جیس پرزیدنت را گناهکار می کردند و تحقیر می نمودند. ولی طور گردون ادوکت لینکلن شهادت می دهد او چنان می شمرد که یگان شخص را برای آن که فلان کار را کرد یا نه نباید نه تعریف کرد و نه تنقید
چون که همه ما خواه ناخواه با تأثیر شرایط محیط اطراف، دانش و معرفت، خوب و خصلت و خصوصیت‌های جنسی تابعیم. ان همین عامل‌ها آدم را تشکل می‌دهند و او را طوری می‌کنند که هست و می‌ماند. ممکن است لینکلن حق بود. اگر شما و من خصوصیت‌های جسمانی، روحی و حسی را میراث گرفته باشیم که دشمنان ما نیز میراث گرفته‌اند، اگر حیات ما و آنها یک رنگ باشد، اگر ما و آنها به حیات و اطراف یک خیل مناسبت می داشتیم، انیق به هم مانند می بودیم. طور کلاریس داروا گفته است: همه چیز را دانستن یعنی همه چیز را فهمیدن و برای عیب و گناه جستن جا نماندن است. از این خاطر هم بجای آن که دشمنانمان را بد بینیم، بیاید به آنها رحم کنیم و خدا را 1000 بار شکرانه کنیم که ما را مثل آنها نآفریده است. بجای طعنه و مذمت کردن و انتقام ستانیدن، باید آنها را درست بفهمیم، دلسوزی ظاهر نماییم، به کمکشان آماده باشیم، ببخشیم و در حقشان نیکی ها کنیم. اینک برای به حالت تنظیم کیفیتی که به شما آرامی باطنی و خوشبختی می آرد نائل شوید. قاعده سیم را به خاطر دارید: یگان وقت کوشش نکنید که از دشمنانتان انتقام ستانید، چون که با این برای خود ضرر کلان می آرید. بیایید مثل گنرال ایزنهاور رفتار سازیم. هیچ وقت درباره آن آدمانی که به ما معقول نیستند فکر نکنیم.